علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال دیگری پرسیدم که در هنگام افطاری، هنگام روزه را گشودن، دعای صحیح کدام است که تا اینکه ما به همون دعا روزه خود را بکشاییم و تا اینکه از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی داشته باشیم در روزه داشتنمون. بارک الله فیکم. البته دعای صحیحی که در رابطه آمدگی است از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این همین دعا است که ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ یعنی تشنگی رفتک و ابتلت العروق عرقها تر شدن و ثبت الاجر ان شاء الله و اجر ثابت ماندک ان شاء الله. این دعایی است که هر وقتی که روزه‌دار میخواهد که روزه اش را بکشاید، چه روزه فرضی باشد و چه روزه نفلی، پس سنت همین است که این دعا خوانده بشود و بدون شک در اتباع و پیروی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هدایت است، چنانکه که الله عز و جل میفرماید و این تطیعوه تهتدوا. اگر شما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اطاعت بکنید هدایت میشوید. از این خاطر اتباع در هدایت است، در اتباع و پیروی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و دیگری از سنت های در روزه برای روزه‌دار همین است که و همچنین در غیر روزه‌داری هم این تمام دادن روزه‌دار است. وقتی که یک نفر شما را دعوت میکند برای افطاری و سنت همین است که برای او کسی که تر دعوت کرده است، البته دعای مختلف در رابطه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت است که برای اون شخصی که تر دعوت کرده است بلکه دعا کرده بشود، چون که در حدیث ذکر می شود که اللهم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. برای الله طعام بده کسی را که من را طعام دادک و بنوشان کسی را که او من را نشاندک. و همچنین اکل طعامکم الابرار، این طعام شما را انسان های با شرف خوردن و وصلت علیکم الملائکه و ملائکه برای شما دعا کردن و افطر عندکم الصائمون و نزد شما روزه‌دارها افطار کردن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارک فيما رزقتهم. برای الله بیامرز و رحم بکن برای اینها و برکت بده در آنچه که رزق دادگی هستی اینها را. و این دعایی است که سنت است که برای کسی که ترا دعوت میکند در حقش این دعا کرده می شود. بارک الله فیکم.